کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی رمانی هست تلخ، شاعرانه و پرکشش که به بررسی فروپاشی یک خانواده در اردبیل دهه‌های گذشته می‌پردازد. خلاصه کوتاه، این رمان داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که درگیر تعصبات، خشونت و تضادهای فرهنگی و شخصیتی هستند. شخصیت اصلی، اورهان، جوانی روشنفکر و شاعر است که قربانی تعصب پدرش، صادق، و فضای بسته جامعه می‌شود. در مقابل، برادرش یوسف نماد خشونت و جهل است. روایت با مرگ آغاز می‌شود و با مرور خاطرات، لایه‌های پنهان زندگی این خانواده را آشکار می‌کند. در اون مایه‌ها، تقابل سنت و مدرنیته، سرکوب آزادی و اندیشه، تراژدی انسانی و روانشناسی شخصیت‌ها. این کتاب مانند یک سمفونی با چند صدای مختلف روایت می‌شود و هر فصل قطعه‌ای از این موسیقی غم‌انگیز است.